ویدیوی شکرگزاری چنل من خیلی خوش اومدین. خیلی منتظر این ویدیو بودین. توی هفته اول دوم بهمن من تیک اون خواستم و زدم. میخوام بهتون بگم چجوری اون اتفاق افتاد. سلام بچه‌ها، حال شما چطوره؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. به ویدیو شکرگزاری چنل من خیلی خوش اومدین. خیلی منتظر این ویدیو بودین که بیام بهتون کامل و جامع روش شکرگزاری 14 روزمون رو که قرار از 17 مرداد دورمون شروع بشه رو بهتون توضیح بدم. اولش بگم یادتون نره حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و اگر دلتون میخواد تو اینستاگرام هم خیلی دائمی با من همراه باشین، آیدی اینستاگرام هم زیر براتون می‌نویسم. بریم واسه شروع یه ویدیو پر انرژی و خفن. بچه‌ها، این دفتر شکرگزاری 14 روزه قبلی منه که توی ویدیو یوتیوب قبلی هم گفتم. من دوره شکرگزاری 14 روزه قبلیمو تو تاریخ 11/403 شروع کرده بودم که دقیقاً 2 هفته بعد از تمام شدن این 14 روز توی هفته اول دوم بهمن من تیک اون خواستم و زدم. خب حالا میخوام بهتون بگم چجوری اون اتفاق افتاد. دقیقاً اطلاعاتی که توی دفترم اون موقع برای خودم نوشتم و الان منم بهتون کامل و جامع توضیح بدم. این شکرگزاری اینجوریه که شما هر شب این 14 روز 21 بار برای یک خواسته ثابت و مشخصی که دارین که براش این شکرگزاری 14 روز رو شروع کردین شکرگزاری میکنین. هر شب 21 بار. یعنی اینجوریه که این شکرگزاری روتین این 14 روزتون میشه. باید توی یک تایم مشخص حتما باشه. مثلا من یادمه که من هر شب ساعت 1:30-2 میخوابم حدودا. این شکرگزاری رو گذاشته بودم دقیقاً برای 10 دقیقه رو قبل خوابم. یعنی همه کاری اتاقمو میکردم، اتاقمو تمیز میکردم که ذهنم آزاد باشه، همه کار فردامو میکردم، هیچ کاری نمیذاشتم که شب موقع خواب هی بخوام ذهنم درگیرش باشه. لباس خوابمو میپوشیدم، موهامو شونه میکردم، مسواکمو میذارم، میرفتم توی جام، شروع میکردم این شکرگزاری رو انجام بدم و بعدش میخوابیدم. یعنی بعدش هیچ کاری نمیکردم که ذهنم باز باشه. حالا شما میتونید صبح وقتی بیدار شدین این کار رو انجام بدین، میتونید ظهر قبل خوابتون این کار رو انجام بدین. خلاصه برنامه‌اش دست خودتونه، ولی حتما توی یک تایم مشخصی از روز باشه عین این 14 روزو. خب یعنی اگر یه روز ظهر شما این کار رو انجام دادین، عین 14 روز همون تایمای ظهر انجام بدین. حالا نمیگم دقیقاً ساعت 1:10 شروع کردین 1:10 فردا شروع کنین، نه، تو بازه زمانی 1 تا 2 تا 3 شروع کنین. تو همون بازه زمانی عین این 14 روز رو انجام بدین. پس هر روز سر یک تایم مشخص ما 21 بار شکرگزاری برای یه خواسته ثابت انجام میدیم. نه اینکه مثلا اولیشو بگیم که مثال میزنم خدا شکرت که من ماشینم بنزه، بعد دومیشو بگیم که خدا شکرت که من یه خونه بزرگ دارم. نه، یه خواسته رو در نظر بگیرید، عجله نکنید، صبور باشید واسه خدا، عجول نباشید، بذارید خدا هم با صبر و حوصله جوابتون رو بده. اینو همیشه بهتون گفتم. یه دفتر جدید برمی‌داریم. من این دفترم بود که اون موقع هم واقعا دیدی که از صفحه اول شروع کردم، نو بود برداشتم و یه خودکار جدید. این چون جامدادی منه و توش پر وسایل جینگل پینگل زیاد دارم. مثلا بعد خودکاری که باهاش شکرگزاری میکردم خودکار آبی بود. همین خودکار بود بچه‌ها. خب واسه چی میگم دفتر خودکار جدید تهیه کنید؟ واسه اینکه شما دلم نمیخواد با خودکاری که مثلا باهاش کار دانشگاهتون رو مینویسید یا مثلا باهاش نمیدونم کاری سر کارتون رو میکنید، باهاش کاری خونه رو میکنید و کاری مثلا حسابداریتون رو میکنید، دلم نمیخواد با همون خودکار این کار رو انجام بدید. من دلم میخواد یه خودکار جدید بگیرید و این خودکار رو فقط مخصوص همین شکرگزاری و این کار بذارید، نه فقط این دوره ها. یه خودکار کلا مخصوص شکرگزاریتون باشه، چون حتی خودکارم فرکانس داره. اگه شما با این خودکار بدهیاتون نوشته باشید، بدبختیاتون نوشته باشید یا اصلا حال بدتون نوشته باشید جایی دفتر خاطراتتون، دلم نمیخواد با اون خودکار شکرگزاری انجام بدید. دلم میخواد این خودکار که جدید میگیرید اصلا با فرکانس خوب، با فرکانس بالا شروع به نوشتن بکنه و خیلی تاثیر داره.
دفترم همینطور. یه دفتر جدید تهیه میکنین و از اولش نوشتن توی این دفتر رو با اون خودکار خوبتون با حال خوب شروع میکنید، با فرکانس بالا شروع میکنید. برای اینکه شما به خواستهاتون برسید باید فرکانس توی بدنتون با خواستتون یکی باشه. برای مثالی که توی اینستاگرام براتون زدم، من فاطمه برای اینکه فوتبال گوش کنم رادیوی ماشینم رو روی موج فرض کنیم FM باید قرار بدم. خب من نمیتونم رادیو رو روی موج AM قرار بدم بعد انتظار داشته باشم از اون رادیو فوتبال برای من پخش بشه. خب پس من برای اینکه به خوشبختی و خواسته درونی که دارم و معجزه‌ای که از خدا میخوام برسم باید فرکانس درونم رو روی موج خوشبختی قرار بدم. من نمیتونم درونم فقط بدبختی باشه، وای خدایا من چرا زندگیم اینجوریه، من چرا نمیرسم، من چرا نمیشه و انتظار داشته باشم مثلا یه شب بنویسم خدای شکرت که من به عشقم رسیدم و اینا خدا منو به عشقم برسونه. نیست همچین چیزی. ما باید فرکانس درونیمونو خوشبختی و رسیدن به اون چیزی که میخوایم قرار بدیم، انرژیمون اون باشه تا واقعا با نوشتن به اون چیزی که میخوایم برسیم. پس این موج درونمون، این فرکانس رادیوی درونمون خیلی مهمه، خیلی مهمه. اصلا اولین ستون این رسیدن به خواسته تو 14 روز همینه. حالا از قدم اول این 14 روز میخوام بهتون توضیح بدم که باید چی کار کنید. قدم اول که اون دفتری که برداشتید رو یه صفحه اولش باز کنید و توش شروع کنید یک صفحه کامل از بعد از اینکه اون خواستتون رو دارید صحبت کنید. یعنی یه انشا بنویسید، یک انشا ولی با زمان حال. فکر کنید اون خواستتون رو دارید و با تمام جزئیات یه صفحه. این کار رو فقط شب اول انجام میدید. خب مثلا من یه صفحه برداشته بودم، نوشته بودم مثلا من یه بلاگرم، پیجم 40K شده، با اون که اون موقع پیجم 1000 تا بود، 1000 خورده ای بود. من 2 هفته بعد از همشهرین این پیجم 45K شد. اوکی، من یه بلاگرم، پیجم 40K شده و ویدیو عالی داره، هر روز رو به پیشرفت هستم، هر روز از خواب بیدار میشم، روتینامو انجام میدم، خیلی خوشبختم، سلامت و سالمم، بهترین سفر رو دارم میرم، همه برندها دلشو میخواد به من تبلیغ بدن و تا آخرش. از زندگیم نوشتم، از تمام چیزی که میخوام به این خواستم مربوط و میخوام داشته باشم نوشتم و در آخر نوشتم که خدا جونم عاشقتم، دوستت دارم، مرسی که من یه بلاگر موفق و پولدار و تیلیادر فلان تو این اینستاگرام هستم. پس من یک صفحه کامل انشا نوشتم در مورد خواسته که میخوام ولی با زمان حال. یعنی من الان اون خواستم رو دارم و حالم خوبه. من رفتم موهام بستم چون خیلی گرمم شده بود که موهام دورم بود. خب بریم سراغ این که بعدش باید چیکار کنیم. حالا بریم سراغ کارهایی که هر روز میکنید. گزینه اول، تا 20 بار فقط توی ذهنتون بابت چیزایی که واقعا دارید شکرگزاری میکنید. پس گزینه اول شکرگزاری ذهنی بابت چیزایی که واقعا دارید، 20 بار اونم. مثلا اینجوری میکنیم: خدا شکرت که من خیلی سالمم، خدا شکرت بابت سلامت مادرم، خدا شکرت به خاطر حضور پدرم. چیزایی که واقعا دارید ها، این چیزایی نیست که باید مثلا الکی بگید، بابت چیزایی که واقعا دارید شکرگزاری کنید. خدا شکرت که من شغلم خیلی خوبه، خدا شکرت که میتونم راه برم، خدا شکرت که میتونم بنویسم، خدا شکرت که صورتم خیلی زیباست، خدا شکرت که مثلا من جای جوش ندارم. خب تا 20 بار 20 تا چیزو میگید، 20 تا چیز مختلف، نه تکراری. پس تا 20 بار بابت چیزایی که دارید شکرگزاری میکنید. بعدش گزینه دوم، شروع میکنید 21 بار از زمان حال بابت خواسته‌ای که میخواید داشته باشید شکرگزاری مینویسید. 21 بار یک جمله ثابت. مثلا خدای شکر که من به کریم رسیدم و با هم خیلی خوشبختیم. این یه بار. 1. خدا شکر که من به کریم رسیدم و با هم خیلی خوشبختیم. دوباره 2. خدا شکر که من به کریم رسیدم و با هم خیلی خوشبختیم. خب تا 21 بار. اوکی؟ از زمان حال، یعنی فکر کنی رسیدی بهش
و داری از بعد از خواستت شکرگزاری میکنی. الان اونو داری و بابتش میخوای شکرگزاری کنی. اوکی؟ خدای شکرت که من ماشینم بنزه و توش چقدر نرم و خوشگل دارم رانندگی میکنم. این یه مثال بود. خب گزینه 3، بعد که 21 بار نوشتید همون جمله‌ای که نوشتید و 10 بار تو ذهنت تکرار میکنی. خدای شکرت که من به کریم رسیدم و با هم خیلی خوشبختیم. 1 بار. خدای شکرت که من به کریم رسیدم و با هم خیلی خوشبختیم. 2 بار. خدای شکرت که من به کریم رسیدم. همینجوری تا 10 بار تو ذهنت. پس اینو دیگه نمی‌نویسی، شما فقط 21 بار رو می‌نویسی. حتما هم با قلم می‌نویسی، نه توی گوشی تایپ کنی. بعدش 10 بار توی ذهنت اون خواستت رو تکرار می‌کنی. حالا این 10 باری که تو ذهنمون این کارو می‌کنیم چیکار می‌کنه؟ کمک به باور ذهنی می‌کنه. یعنی همون فرکانس و موج رادیویی درونی که گفتم، ما میخوایم فرکانس درونتون رو تو مسیر خواستتون قرار بدیم با این کار. طبق قانون اینی که شما میگی تو ذهنت میگی تو دهنت هم تکرار میکنی، یا خدای شکرت که من به کریم رسیدم و با هم خیلی خوشبختیم. طبق قانون کلام که این کلامی که ما داریم میگیم چاکراه حنجره کلام رو باز میکنه. این چاکراه کلام باز میشه. اوکی؟ و این چاکرا خیلی به رسیدن به خواستتون بهتون کمک میکنه. چاکرا خیلی مهمیه. پس این مورد کلام بود. چاکراه کلام رو از طریق حنجره میخوایم بازش کنیم با این کار که بعد از اینکه 21 بار نوشتیم 10 بار هم همینجوری چشممون رو میبندیم و تکرار میکنیم با خودمون. مورد 4 اینه که اون صفحه اول انشایی که نوشته بودینو شب اول، بعد از اینکه 10 بار تکرار کردی شروع میکنی اون صفحه رو 1 بار از روش میخونی. اون انشای صفحه اول رو شروع میکنی 1 بار از روش میخونی فقط. بعد که خوندی یه آهنگ بی کلام میذاری. یا آهنگ بی کلام یا آهنگی که همیشه برای مدیتیشن یا آرامشتون گوش میدید و بذارید. خب من معمولا آهنگای بی کلام خیلی دوست دارم گوش بدم وقتی میخوام مدیتیشن کنم. آهنگ بی کلامو میذارید، چشماتو میبندید و تا 1 دقیقه، فقط 1 دقیقه یعنی 60 ثانیه اون نوشته انشاتو تجسم میکنی. واقعا انگار مثلا خواسته تو اگر ازدواج با کریمه تجسم میکنی که الان تو خونه کریمی دارید با هم نهار میخورید، با هم اونی که نوشتی دقیقا یه سفر رو تجسمش میکنی. خب این چی کار میکنه؟ طبق قانون شکرگزاری و قانون جذب هر چیزی رو که بتونی 60 ثانیه تجسمش کنی اونو خلقش میکنی. یعنی بهش میرسی و تیکش میزنی. پس قانون قبلی باز کردن چاکراه کلام از طریق حنجره بود. این بعدی تجسم کردن و خلق کردن خواستمونه، اونم توی 60 ثانیه. مورد آخر 4 زانو میشینید و 5 تا 8 بار نفس عمیق میکشید و روی دم و بازدمتون تمرکز میکنید. اینجوری دم بازدم. این 1 بار. دوباره دم بازدم. این 2 بار. 5 تا 8 بار، بیشتر نه. به این میگم مدیتیشن که تمام مغز و روح و جسم شما رو متمرکز میکنه و تو آرومترین حالت خودتون قرار میده که شما راحت ارتعاشاتتون توی فضا و جهان پخش بشه. تموم شد. همین 5 تا کار رو عین 14 روز انجام میدیم. تمام. به همین سادگی. سر جمع کلن 1 ربع در طول روز وقتتون رو نمیگیره. کلن 1 ربع، یعنی شما اون خواسته‌ای که داری، خواسته بزرگی که داری، انقدر ارزش نداره که 14 روز هر روز 1 ربع براش وقت بذاری. قطعاً داره. و بعد از اینکه دقیق و درست این کاری که بهتون کردم و انجام دادین، اون خواستتون رو به راحتی تیکش میزنید. خودتون تعجب میکنید که مثل آب خوردن و اونجوری که فکرشو نمی کردین تیکش زدین و بهش رسیدین. 2 تا نکته بخوام کلی بهتون بگم. یادتون باشه کلام انقدر قدرتمنده که مرگی رو میتونه جابجا کنه. اینو تمام استادان قانون جذب گفتن.
کلام انقدر قدرتمنده که مرگ رو میتونه جابجا کنه. و مورد دوم که این صحبت رو من بهتون گفتم و دوباره تکرار میکنم، هر چیزی رو که شما بتونی تجسمش کنی اونو خلقش میکنی، بلا استثنا. هر چیزی رو شما بدبختی تجسم کن، بدبختی خلق میکنی. شما اون ماشین خفنه رو تجسم کن، به راحتی خلقش میکنی. اصلا خودت نمیدونی چجوری بهش رسیدی. همین دیگه. اینا توضیحات کامل و جامع در مورد دوره شکرگزاریمون بود. اگر میخواید تو این دوره ما همراه باشین، اون 14 روزمون از 17 مرداد شروع میشه. توی کامنت ها کلمه شکرگزاری رو کامنت کنید و یادتون نره بازم میگم حتما چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و اگر توی اینستاگرام میخواین هر روز من همراه باشین و این دوره رو هر روز آپدیت های جدیدی بهش بدم با هم پیش بریم، آیدی اینستاگرام هم اینجا براتون می‌نویسم. من توی اینستاگرام فالو کنید که با هم باشیم. خیلی دوستتون دارن. مرسی که ولاگای من انقدر دوست دارین و انقدر با دقت گوش میکنید و با من پیش میرین. ماچ به کله همتون.